توی این 5-6 سال اخیر دیگه اتفاقای خوبی برای جزیره نمیفته. شما اگر دقت کنید، حالا از بقیه هم بپرسید بهتون میگن، قدیم تمام بازارها قرعه کشی داشتن و هوای همون قرعه کشی خیلی جو بهتری بود. تو بازارها مسافرها می اومدن و حتی از بیرون میگفتن ساعت مثلا 10 شب بازار فلان قرعه کشیه، همه می اومدن به هوای همون خرید میکردن. الان تمام این قرعه کشی ها جمع شده فقط به خاطر اینکه سطح بازارها دیگه اون نمیتونن اون امکاناتو بدن به مشتری. حال جزیره کیش دقیقاً بخوام یه مثال ساده بزنم، عین حال فوتبال کشورمون شده که مدیریت ها هی عوض میشن. یه مدیر ثابت و دلسوز این جزیره کیش نداشته راستیتش تو این چند سال. من امیدوارم ایشون، من خبرهای خوبی ازش میشنوم، یعنی این کارهایی که میبینم داره انجام میده، نوید بخش کارهای خیلی خوبیه. امیدوارم که همین تداوم داشته باشه، بتونن کار کنن. همین که یه ذره حال بازاریا رو درک میکنه، اتفاقای خوب داره میفته. ما بالاخره بنرهای سطح شهر رو میبینیم، همش تبلیغات خوب داره میشه. بالاخره پروازهای تاجیکستان که جدید گذاشتن نسبت به کیش، پرواز کیش تاجیکستان به کیش که الان تو تبلیغش تو کانالهای تاجیکستان هم داره انجام میشه برای جزیره کیش، این خیلی خبر خوبیه. آقای یزدان پناه برگشتم، این نوید بخش خبر خیلی خوبه برای کیشوندا و تمام مسافرها، چون بودن ایشون یه حال خوبی به همه تزریق کرد خبر اومدنشون. باید خب در عمل نشون بدن، ولی با تا برنامه کاری که من یک سری از سوابق قبل ازشون داشتم، خب مسلما باید اگر بشه که پروژه ها و برنامه کاریایی که خودشون در جریان هستن و میدونن ناتمام مانده بوده انجام بدن، خب مسلما به اتمام برسونن، شرایط جزیره قاعدتا بهتر. مسلما زمانی که مدیرا دیگه عوض شدن و سالهای بالاتر شد، یه سری پروژه ها متاسفانه با مشکل مواجه شد و اون شرایطی رو که داشتن از دست خارج شد. از جمله یکیش همون شرکت آب و برق کیش بود که تو سرمایه‌گذاری خصوصی سازی واگذار شد. این باید بقولن یه سری پروژه های دیگه داشت طرف به اصطلاح شرق جزیره، اون قسمت باید روی سیستم عامل دیگه هم میخورد که انجام نشد. خب متاسفانه الان میبینید که با شرایط کمبود آب اینا هم تو جزیره مواجه هستیم. مدیران دیگه ای که اومدن چون به اصطلاح خیلی زیاد موندگار نبودن، یعنی می‌خواستن دست چپ و راست بفهمن تا یه مدیر عوض میشد. خب یه وقتی مدیر عوض میشد به یه مدیر دیگه سپرده میشد، این پرونده میرفت زیر تا بخواد اولن مدیری بیومد بفهمید این جریان این چی بودی، چرا عقب افتاده، یه مدیر دیگه دوباره میمد جایگزین اون میشد. این برنامه مدیر عوض شدن ها از هولوش میتونم بهتون بگم سال 90 به این بر بود. ما هر 2-3 سالی به قولن یک سالی، تو یک سال هم 2 تا مدیر هم حتی داشتیم تو جزیره کیش عوض شده. خب این خب مسلما ضربه میزد به برنامه کاریای اجراییای به اصطلاح عمران سازیای جزیره کیش. از پنام تشریف آوردن اومدن، اوشون زمانی که بنده اومدن اوشون دیگه داشتن میرفتن، ولی یک سری برنامه کاریا رو ایشون خودشون در جریان هستن که موند و خب مطابقاً تو مدیریت سازمانه دیگه انجام نشد و ایشون دیگه حالا به امید خدا اگه تشریف آوردن که دیگه ایشون منبع کارا رو انجام میده و تمام میشه. مسافر خب خیلی بیشتر بود، شاید 20 برابر الان. ورودی خروجی ها خیلی بیشتر بود، درآمدها بهتر بود، هزینه ها کمتر بود. اکثر مسافرات کیش انتخاب میکردن. تابستونای قبل جشنواره میذاشتن، یه سری مزایا برای مسافران میذاشتن، کنسرت ها زیاد برگزار میشد. 6-7 سال برگزار نمیشه. جدیداً پروازهای مارد بغداد و اربیل اینا مستقیم به کیش باز شده، بالاخره هست. چه بهتر توریستای خارجی چنج ویزاها اوکی کنن، اصلا رونق جزیره 100 برابر میشه. آیه کبیری کلام رئیس مدیر عاملان که خیلی تعریف تمدیدش هست، انشالله که رونق دوباره به جزیره بده، ولی یه سری محدودیت باید برداشته بشه دیگه واقعیتش تا رونق بده. ولی آدم روشن فکری هست، شک نکن، چون تونسته دیگه هم میتونه. خب گردشگر خیلی کم شده، پرواز خیلی گرون شده. شما یه رفت و برگشت میخوای بری تهران و بیای 6-7 تومن خرجت میشه. مثلا بلیت ترکیه از کیش ارزون تره، رک بگم ترکیه 1700 بود، تهران کی 4 تومن بود.
مدیر جدید به نظرم بهتر از مدیر قبلی. خیلی به ظاهر جزیره رسیدگی کردن. مدیر قبلی بیشتر روی ظاهر جزیره کار نکرد. یعنی خیابون، آسفالت خیابون الان بری ببینی هنوزم داغونه. قیر ریختن، آسفالت نکردن. منی که آقا موتور سوارم تو خیابون تردد میکنم، یهو میبینی یه چاله میاد زیر موتور، حالا هزینه‌ای که به موتور وارد میشه هیچی، یهو میبینی خودم میخورم زمین، دست و پام میشکنه. به نظر من همه چیز فعلا عالیه، فعلا خوبه. آره ما مردم باید بهترش کنیم، ما باید با هم دیگه کنار بیام. یه مسئول چیکار کنه؟ خودشو چند تیکه کنه برای جزیره. ما مردم باید با هم کنار بیایم.